ببخشید میخواستم آقای دکتر رو ببینم. آقای دکتر انتهای راهرو سمت راست هستن. What's the problem? دکتر چی بگم، راستش تو این دعوا کتک خوردم. بعدم موقعی که تو درو میفتی میخوای کتک بخوری یا میخوای بزنی؟ کدوم یکی؟ بعضی وقتا میزنیم بعضی وقتا هم میخوریم دیگه. Power of intention. نیتت چیه؟ نیتت اینه بزنی آسیب بهش برسونی؟ والا پدر مادر خدا بیامرزم همیشه میگفتن به کسی آسیب نزن. پدر و مادرت فوت کردن؟ بله، عمرشون رو دادن به شما. تاه به قبر جفتشون. حسه چیه؟ نمیدونی. من میدونم چیه. من میدونم حسه چیه، تو خودت نمیدونی. جالب نیست برات؟ حسم چیه؟ تو حست چیه؟ واقعا خوبی هستی، ولی احساس میکنم یه خورده انسانیت باید سوارت کنم داداش. اگه راست میگی حس خودت چیه؟ حس من یه حس جدیدیه، یه انسان مدرنه، یه هومو سیپینه، نه هوموسکشواله نه هومو ارکتوسه. هومو ارکتوس هومو هابیلس شمایی، گونه های ابتدایی انسان از رده های چندین سر هزار سال پیش. دکتر من میخوام حالم بهتر شه. میخوای حالت خوب شه؟ برو تراپیست، قرص روانگردونم بخور، از خونتون بیرونم نرو. ولی شما که رفتی اونجا درگیر شدی تو خیابون، در صورتی که میتونستی درگیر نشی و این تشنج نداشته باشی، باید تو محیط آرومی باشی که هارمونی باشه، باید خلاقیت داشته باشی، فکر داشته باشی، حس داشته باشی. اون محیط که اونجوری نیستش. چیزی دیگه نمونده اینجا به جز خودم. تنها کسی که بتونه تو رو بفهمه باید ارتباط برقرار کنه. گرفتی؟ خدا منم. تمام اینا رو دور زدی رسیدی به اینجا درمونگاه. من دوست ندارم بری بیرون زخمی بشی. من دوست ندارم تو من بشی. تو بخوای من بشی زخم و زخیر میشی، خواهرت گاییده است. گوشت با منه؟ اونم اصلا آدمی که اهل دعوا نیست و اهل کتککاری. من اصلا از خشونت بدم میاد، ولی سوسول باشی، یه جایی باشی که حمله کنن، تنت گاییده است. باید بتونی از خودت دفاع کنی. این دفاعی بوده یا شما بهشون حمله کردین؟ والا دکتر یه جورایی دفاعی بود. که شما در یک ذهنیتی گرفتاری که پر از تضاد نازنین نگاه کنی. اون تضاد میشه اون یارو خشم خیابونی. دکتر یعنی هنوزم میتونم با کسی دعوا بگیرم؟ خوبه، اتفاقا دعوا خوبه برات. اگه میتونی دعوا بگیر، ولی مش بزن تو شکمش یا مثلا دم کونش. این هم اعتماد به نفستو میبره بالا، ولی الکی چیز نکنی. تو داره حالت خوب میشه. واسه همین ازت پرسیدم چرا دعوا کردی، با کی دعوا کردی. ممنونم دکتر، فکر کنم الان حالم بهتر شده.